اگر شما میخواهید که پیش الله عزیز باشید و پیش رسول الله در صحرای محشر گردن فراز و رو سفید باشید و سلف کنده نباشید، برای از دو مسئله کمک بجویید برای اینکه در صراط مستقیم قرار بگیرید و اون یک نماز است و دو صبر و استواری و پایداری و تحمل در برابر سنگینی طاعت خدا، تحمل در برابر سنگینی کنار گرفتن از معصیت خدا و تحمل در برابر فشاری که از بیرون از سوی دشمنان بر من و شما وارد می شود. اینها باید پیش روی من و شما برنامه‌ریزی بشود. مخصوصا نماز که اگر کسی نماز نخواند و یا نماز را سبک بشمارد، او سهمی در اسلام ندارد. کسی که به نماز بی توجهی بکند، او در اسلام هیچ سهمی ندارد، ولو اینکه اسم او هم محمد باشد و اسم او هم فاطمه و عایشه و خدیجه باشد، سهمی در اسلام